در افغانستان که طالبان سعی دارند قدرتشان را تقویت بخشند، حمله‌های حلقه خراسان داعش ماه‌های اخیر در سراسر کشور زیاد شده است. مثلا روزی نیست که در ولایت ننگرهار حمله صورت نگیرد. بعضی از ساکنان از ترس در این باره گپ نمیزنند. بعضی‌ها می‌خواهند تمام جهان بداند که اینجا چی می‌گذرد. زندگی در اینجا به سبب ناامنی بسیار مشکل است. پیشتر ما مهندس و طبیب داشتیم، حالا وضع بسیار بد است. با ترس زندگی میکنیم. 3 نفر را چند پیش کشتند، 2 نفر سربازان سابق ارتش افغانستان بودند. نه یک گروه، 4 یا 5 تا هستند. داعش، القاعده، حقانی، طالبان، حکومت و دیگران. اینجا صحنه یک بمبگذاری در راه است. یک عضو طالبان و 2 غیر نظامی کشته شدند. یک شاهد عینی حادثه میگوید این گونه حمله ها مردم را وحشت زده کرده است. وضع بسیار خطرناک است. ما از خانه بیرون آمدن نمی توانیم. گروه های زیاد و گوناگونی هستند که مردم را میکشند. اما فرماندهان طالبان میگویند که گروه خراسان در ناحیه چپرهار ولایت هیچ حضور ندارد. در اینجا کسی از گروه خراسان داعش نیست. آنها فقط میخواهند به جهان نشان دهند که وجود دارند. شاید کسانی باشند که با استفاده نام گروه میخواهند پول به دست بیارند. طالبان با 70,000 عضو خود به ضد جنگجویان حلقه خراسان دولت اسلامی عملیات پیش میبرند که تعداد آنها را از 2 تا 3,000 نفر تخمین میکنند. با ادامه حمله ها در اینجا ساکنان نمیدانند کشتار و خونریزی کاری دستی کیست. فقط همین را میدانند که حمله ها زیاد شدند و جان آنها در خطر است.